مادری که بیش از 3 ماه می شود برای رسیدن به کودک 9 سالش فریاد و ناله سر داده است. میگوید که در این مدت فریادهای آنان هم به جای نرسید و با آنکه معاون نخست ریاست جمهوری برای رهایی عبدالرؤوف از آنان مهلت 15 روزه خواسته بود، اما با تکمیل شدن این مهلت هم عبدالرؤوف همچنان در بند آدمربایان و زیر شکنجه و آزار آنان قرار دارد. که هر لحظه که عبدالرؤوف جان به یاد من میآید و هر ثانیه از این که گپ‌های از این شش خیست از این که به یاد من میآید بسیار تحمل از این مشکل است. اما معاون صاحب اول به ما وعده های بسیار دلپور به ما داد. ما بسیار دلپور بودیم که معاون صاحب اول در مدت 15 روز به ما عبدالرؤوف جان پیدا میکنه و تسلیم میکنه. اما تا 15 روز هم معاون صاحب اول هیچ کدام نتیجه هم نیست، کدام سرنخی هم نیست. پدر عبدالرؤوف هم رهبران حکومت را به دادن تعهدات میانتهی و دروغین متهم می سازد و می گوید که چند قبل رئیس جمهور غنی هشدار صادر کرده بود که اگر کودک اختطاف شده در جریان کمتر از 2 هفته از جنگ ربایندگان آزاد نگردد، تمامی مقامات امنیتی ولایت بلخ را برکنار خواهد کرد. اما به گفته وی این وعده ها و هشدارها هم به جای نرسیده است. اگر وادی رئیس جمهور به می رقم خام باشه، از طفل خود امید نکنیم، بریم در دفتر ملل متحد راجع بکنیم خدا که بگوییم امی اولاد ما هم در تو تسلیم است، ما را در هر جایی که پناه میتی بتی که از این دولت ما تیر گفته بخیدیم بریم دیگر را نمانده ما و امی کارم میکنیم. چرا دولت در مقابل 98 روز عبدالرؤوف جان پیدا نمیکنه؟ آیا زور دولت نمیکشه؟ آیا دولت در مقابل مافیا یا اختطافچی اما قدر ناتوان است؟ امروز ضعیفی خدا، ناتوانی خدا دولت به ما ثابت کرد، دولت به ما نشان داد. آدمربایان حالا در بدل رهایی عبدالرؤوف 2 میلیون دلار آمریکایی میخواهند، رقمی که تا حال در قضایای اختطاف ولایت بلخ بی پیشینه بوده است. در حالی که موارد زیاد از اختطاف در کشور به ویژه بلخ رخ داده و سرانجام با پرداخت مبالغ هنگفت پول به آدمربایان و بدون درگیری حکومت و کشاندن پای پلیس به ماجرا پایان یافته است، اما خانواده عبدالرؤوف شاید تنها خانواده باشند که در برابر این خواست اختطافگران تا اکنون مقاومت نشان داده و تن به بازدهی ندادند. تا حال ما و شما تجربه داریم اختطافچی از 1 میلیون اضافه نخواسته است. هر بالاترین سرمایه‌دار اختطاف کرده از 1 میلیون بالا نبوده و پایین آمده رفته. بالاخره در 1 لک دلار، 80,000 دلار، 70,000 دلار فیصله شده، آزاد شده. برای شما بهتر معلوم است، ما قبلا هم عرض کردیم که قوم ترکمن این بار اول نیست، بار 17 است که مردم ما اختطاف میشه. در عرض راه شبرغان مزار 13-14 قوم ترکمن از جوانا، از ریش سفید، از سرمایه‌دار اختطاف شده، در مقابل پول رها شده. سرانجام با این همه ناباوری های اعتراض کنندگان مبنی بر رهایی عبدالرؤوف اختطاف شده، معترضین 1 هفته دیگر هم برای حکومت ضرب الاجل تعیین کردند. 1 هفته معاون اول نشد، ما اقدامات خود میکنیم. ما آخرین گزینه خود ترکا داریم که آخرین گزینه خود تا هنوز استفاده نکردیم، نمیکنیم. بیا همین مسئله سیاسی نشه گفته. اگر همین مسئله در طرف سیاسی یا طرف دیگه بره، آخرین گزینه خود داریم. آخرین گزینه خودم در هفته آینده امور تطبیق میکنیم. اگر در همین 1 هفته این عبدالرؤوف جانی که از 100 روز به این طرف در دست همین ظالمین و مجرمین و اختطافگران قرار دارد، اگر به مال آوردن، اگر نآوردن جلوی همین مردم را گرفتنش سخت است و اینها بعد از او بنادر بند میکنه، راه های مواصلاتی شهرها را بند میکنه و تا حال ما مسالمت آمیز بودیم و از این بعد مظاهره ما به مبارزه تبدیل میشه. با آنکه والی بلخ از تلاش‌هایشان برای رسیدگی به این پرونده سخن میزند، اما میگوید که تیم اختطافگران بسیار قوی بوده و ممکن افراد از درون حکومت هم در این پرونده دست داشته باشند. تیم بسیار قوی است و متاسفانه که شاید در رده‌های حکومت هم بعضی کسای مخبرین داشته بوده باشه که قبل برشان اطلاع داده شود و واقعا این قضیه تابال نظیر نداشته و قضیه با رنجی است که مسئولین کشفی و امنیتی هم در این قسمت اذعان دارند که واقعا یک قضیه پیچیده هست.
گفتنی است که خانواده عبدالرؤوف اختطاف شده برای رهایی کودکشان از گروه طالبان نیز کمک خواستند و تا اکنون 12 تن را در پیوند به این قضیه طالبان مسلح و 23 تن را هم حکومت بازداشت نموده است، اما با آن هم از سرنوشت عبدالرؤوف هیچ اطلاعی در دست نیست.